یه همچین دیوار بزرگی جلوته میخوای نابودش کنی، بیا با این روش که بهت میگم خیلی سریعتر این دیوار نابود کنی. اولین کار که میکنی یکی دو تا سه تا دیسپنسر اینجا میذاری، همین ورم سه تا دیسپنسر میذاری. اینجا یه بلاک موقت هر چیزی میتونه باشه. بعدش وقتی این بلاک رو گذاشتین از پشتش اینطوری ردستون بکشید تا اینجا. حالا خیلی نیاز نیست فاصله بدید، همین یه دو تا فاصله بدید هم کافیه. همین ور واسه همین ورم همین کارو میکنید. بعدش اینجا رو اینطوری وصل میکنی به این دیسپنسرهای این طرفی. بعدش اینجا رو وصل میکنیم به هم دیگه. اینجا مهمه ها، باید حتما این بلاک دو تا جلوش دیسپنسره رو جلوش دو تا بلاک سوراخ بزنیم و یه واتر از اینجا بریزیم، حتما جلوی اون دوتایی باشه. بعدش داخل این دیسپنسرها رو پر از TNT میکنیم اینطوری. حتی اگر باید 32 تا توی هر یکی از این دیسپنسرها TNT باشه، نباشه کار نمیکنه اینطوری. خب بعدش حالا شما از هر نوع دیگه میتونید استفاده کنیم. من از دو تا ابزرور استفاده کردم اینطوری. TNT ها رو میندازه و این دیوار رو به راحتی میتونید نابود کنید. همینطوری که میبینید یا آبازگاز میتونید دیوار رو نابود کنید، چون هی این TNT میندازه. میتونید اینجا خیلی راحت نابود کنید. مرسی که ویدیو رو لایک کرد.